سلام و به برنامه ما خوش آمدید. اخبار امروز چهارشنبه 29 ایون را من طاهر سفر از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ تقدیم می کنم. بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه گفت ممکن است بمبگذاری‌های مرگ طلبانه در فرودگاه بین المللی استانبول کار دست گروه دولت اسلامی باشد. صبح 29 ایون او به محل حادثه رفت و با خبرنگاران صحبت کرد. Güvenlik güçlerimizin yaptığı tespitler تحقیقات نیروهای امنیتی ما اشاره به آن دارد که حمله تروریستی را گروه دولت اسلامی انجام داده است، ولی با وجود این تحقیقات ادامه دارد. فرودگاه ساعت 2:22 بامداد دوباره فعال شد و کارش طور معمولی جریان دارد. bu konuda çalışmalar halen sürdürülmektedir. شب 28 ایون سه بمبگذار مرگ طلب خود را در فرودگاه آتاتورک استانبول، یکی از فرودگاه‌های بزرگترین اروپا، ترک کردند و 41 نفر را کشتند و صدها تن دیگر را مجروح کردند. وقتی ترکیش من جامدانم را به سلفن میپیچاندم. افسری پلیس فرمان داد که خود را به زمین پرتاییم. آنها به طرف پلیس و پلیس به سوی آنها آتش گشاد. در نزدم کسی مجروح شد. بعد ما ترکیش دوم را شنیدیم. هر کسی که در نزد آن بود کشته شد. مقامات تاجیکستان گفتند بنا به اطلاع اولیه کسی از شهروندان کشور در این بمبگذاری‌ها آسیب ندیدند. شورای علمای اسلامی تاجیکستان اعلام کرد عید رمضان در کشور روز 6 ایول برگزار می شود. سید مکرم عبدالقادر زاده رئیس شورا روز 29 ایون ضمن جلسه با شرکت روحانیان در شهر دوشنبه گفت در این روز نماز عید در همه مسجدهای جامع صبح بر وقت صورت می گیرد. روز ششم عید سعید فطر، یعنی روز ششم یکم روز شوال و نماز ساعت 6:30 نماز عید سعید فطر. رئیس شورای علمای تاجیکستان همچنین گفت با نظرداشت حمله های مرگ طلبانه در فرودگاه استانبول در مسجدهای کشور نوبتداری هر روزه تشکیل می شود. او از روحانیان کشور خواست در مسجدهایشان هوشیار و احتیاطکار باشند و درباره حرکت های شبهه آور به مقامات خبر بدهند. یک دادگاه شهر دوشنبه امر داد پرونده بحث برانگیز یک زن تاجیک که کودکانش را به مکتب نمیفرستاد قطع کرده شود. دادگاه ناحیه شاه منصور روز 28 ایون گفت از بس که دلبر گورگوه از کردش پشیمان شده و فرزندانش را به مکتب فرستاده است از جوابگری جنایی آزاد کرده شد. فکر فرزندای ما را کردن، مثلا سود دلای ما قطع کرده شد. همین معلم خواهش دارم با که مثلا با سال دیگه پول مکتب نگن، فرزندای ما بیا مکتبشون رو بخونن. دلبر گورگوه همسر امان‌الله نوروف راننده سابق وزارت دفاع است که با گناه شرکت در آشوب ژنرال عبدالحلیم نظرزاده در ماه سپتامبر به 23 سال زندان محکوم شده است. دادستان تاجیکستان بعد شکایت دلبر گورگوه به رسانه‌ها درباره کم بی‌ذاتی و بازداشت شوهرش به ضد او با اتهام مانع شدن به تحصیل فرزندان پرونده جنایی باز کرد. در تاجیکستان برای این کار جریمه‌های بزرگ یا تا 2 سال زندان جزا مقرر شده است. در ایران افشای مزد کاری بعضی از مقامات بلندپایه جنجال را برانگیخت. مطبوعات نزدیک به محافظه‌کاران در ایران نوشتند که مثلا مدیر اجرایی یک شرکت بیمه هر ماه $30,000 مزد میگیرد و حقوق ماهانه منیجر یک بانک دولتی بیشتر از $50,000 است، در حالی که حقوق کارمندان معمولی اداره‌های دولتی معادل $300 یا $400 و یا از این هم کم است. شارحان میگویند تفاوت بزرگ در مزد کار قشرهای گوناگون جامعه ایران را به خشم آورده است. مردم خب متعجب بودن که چطور یک مدیر دولتی همونطور که گفتین حدود $50,000 در یک ماه دریافت کرده، در صورتی که یک کارگر معمولی مثلا حقوقش حدود بگم $300 یا $400. یعنی این مدیران دولتی بعضا 10 برابر مردم عادی پول میگرفتن یا میگیرن. هم مصاحبه کامل در این باره در وبسایت azadi.org. یکی از نویسندگان شناخته تاجیک میگوید از غایت پریشانی یک رمن نوی بزرگش را به پرتابگاه انداخت و حالا غوسه میخورد که چرا این کار را کرد. بهمنیان روز 29 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت بعدی به پرتاب انداختن سیاه‌نویس رمان 240 صفحه‌ای قوطی‌یخت و یا آیسبرگ روز بعد به سراغ آن رفت، ولی از بسته بزرگ ورق‌های پراکنده پیدا کرد و تمام. بهمنیار گفت از بس که رمان را در ماشینکه چاپی نوشته است دیگر نسخه از آن ندارد. که چطور یک احوال روحی هم بد بود شاید یا خود یگان ناسازی در یگان جا
دوچار شدم اومدم همون رمان رو گرفتم از نو خوندم. رمان به من معقول نشد. به نظرم از شاهنشاه پستر نمود. از همین خاطر رمان گرفتم سری قهر بردم و موسرا پرو نکنم نمیدونم به زبان فارسی چی میشه همون جایی که موسرا میپرتن پرتفتم. داستان مذکور دایر به یک مردی غربی بود است که به یک روستای کوهستانی تاجیکستان می آید و جنبه‌های اجتماعی و اخلاقی زندگی مردم تاجیک را تصویر می کند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت ما، در صفحه‌های آزادی در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم ضمیمه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.